در شهر باردوی فرانسه کنفرانسی بین المللی با عنوان آزادی بیان در تاجیکستان و گروهی رسانه‌های آزادگان با ابتکار کلوب سیاستمداران فرانسه برگزار شد. در این نشست بیش از 100 نفر کارشناسان رشته سیاست و دانشجویان سیاستمداران آینده حضور داشتند. در نشست وضع آزادی بیان و شرایط امروزی رسانه‌های مستقل در تاجیکستان بیش از همه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ظفر صوفی شاعر، روزنامه‌نگار و مدیر کل رسانه‌های آزادگان که در این نشست سخنرانی کرد و به سوال‌های حاضرین درباره وضع سیاسی و حقوقی و آزادی بیان جواب گفت، عین حال در خط علاقه با ما قرار دارند. درود بر شما و می گفتید که این نشست به خاطر چه بود و در آن چه مسائلی بررسی شدند؟ ببینید، این کنفرانس که در موضوع آزادی بیان در تاجیکستان در مثال سرنوشت گروه رسانه‌های آزادگان دیشب 14 اکتبر در دانشگاه به نام مونتسکیوی شهر باردوی فرانسه با ابتکار کلوب یا انجمن سیاستمداران فرانسه برگزار شد. و این کنفرانس البته چند مدت است که دوستای ما از این ارشد که کلوب سیاستمداران فرانسه خواهش داشتن که در رابطه با تاجیکستان و عموما با توجه به اینکه بنده بیشتر با رسانه سر کار داشتم و دارم، در رابطه با آزادی بیان برگزار شد در شهرهای مختلف. حالا چرا دانشگاه بنای مونتسکیو شهر باردو را انتخاب کردن؟ علت اینجاست که دانشگاه مونتسکیو باردو یکی از بزرگترین دانشگاه ها در اروپا است و فقط در بخش سیاست بیش از 3000 دانشجو دارد و یک مرکز خیلی قوی پژوهش سیاسی در اینجا فعالیت میکنه و پژوهش‌های اینا در تصمیم گیری های سیاسی فرانسه خیلی اثرگذار است. اونجا یکی از دوستای ما ژیل برتران پروفسور فعالیت میکند و اون متخصصی آسیای مرکزی است، از جمله در رابطه با تاجیکستان هم پژوهش‌ها داشت. که خود در این کنفرانس برآمد و سخنرانی کردند؟ همونطور که عرض کردم در اینجا میشد گفت که بیشتر ما سخنرانی داشتیم و برتران همچنین. اونجا مسئله اساسی در صحبتی که برگزار شد بیشتر در رابطه با تاجیکستان، از جمله مثلا که تاجیکستان چه کشوری است و معرفی تاجیکستان بود و از جمله بنده اونجا گفتم که تاجیکستان یک کشور خیلی زیباست و دیدنی های زیاد دارد و پیش از همه مردمی خیلی دوست داشتنی دارد که واقعا برای اروپایی ها میتواند جذابیت های خودش داشته باشد و متاسفانه یک رژیم خودکامه و دیکتاتوری چنان کرده که دیگه کشور در حالت میشد گفت که بسته است برای خیلی فعالیت ها و هر شاید که حتی برای همون جهانگردی هم که برای کشور خیلی سود میتوند بیاره. این از این موضوع بود و صحبت اساسی با توجه به اینکه خود موضوع کنفرانس آزادی بیان در تاجیکستان است و حالا در فرانسه از شود که متخصصایی که پژوهنده هایی که آزادی بیان در تاجیکستان بررسی کرده باشند حداقل کمترن، یکی دو نفر بیشتر نیستن و همین خاطرم بیشتر خواهششون این بود که سخنرانی ما انجام بدیم و نزدیکی 2 ساعت در این سخنرانی که من داشتم در رابطه با آزادی بیان در تاجیکستان و سرنوشت گروه رسانه‌های آزادگان و همچنین اشاره‌های داشتیم به سرنوشت نشریه نگاه که واقعا نشریه دوست داشتنی بود و هست و همچنین به خبرگزاری تاج نیوز که متاسفانه با بعضی کم لطفی هایی که یا مثلا بگیم دشمنی هایی که بعضی یا که در مجموع چند نفر از این حکومتدارای تاجیکستان نسبت آزادی بیان داشتن و این نگاه و تاج نیوز هم فعالیتشون قطع شد و از این هم صحبت شد. همچنین در رابطه با اصل آزادی در
تاجیکستان، من در سخنرانیم با مثالی سرنوشتی یک وزیر، یک خبرنگاری که حساب هم کسی ما که محمد علی حید باشد در بعدا همچون یک شخصیت سیاسی و یک وکیل بزرگمهریارف، بعضی عرض شد که عمق فاجعه‌ای وجود نداشتن آزادی در تاجیکستان را برای اشتراکچیان این صحبت عرض کردم. می گفتید که سیاستمداران فرانسه از وضع سیاسی تاجیکستان تا چه حد آگاه بوده اند؟ خب وقتی در رابطه با تاجیکستان صحبت می شود در کشورهای اروپایی، از جمله مثلا در جلسه دیروزی که بود، در مثال جلسه دیروز اگر بگویم، من عرض کردم که تاجیکستان طبق سرقانون کشوری دموکراتی و حقوق بنیاد است و گفتم که در این کشور دموکراتی و حقوق بنیاد بیش از 27 سال است که یک نفر رئیس جمهور تمام طالار خندیدن، گفتن که این نفر گفت که این چی دموکراتی مسخره ای که یک نفر میتونه 27 سال رئیس جمهور. شما گفتم خب دوستان این هنوز آغاز کار به نظر میرسد، چون طبق قانونی که سال 2015 درباره پیشوای ملت تصویب کرده، دیگر این مردک خوب میتونه برای تمام عمرش رئیس جمهور باشد. گفتن پس از دموکراتی خبری نیست. ببینید، شما در صحیفه فیسبوکیتان ضمن خبر از این کنفرانس گفتید که از این گونه نشست‌ها در سایر نقاط اروپا برگزار خواهید کرد و وضع کشور را معرفی خواهید کرد. همچون یک زیایی می گفتید که طرز شناسایی و معرفی تاجیکستان به خارجیان باید چگونه باشد؟ شخصا من به این نظرم که نباید داغ شرمندگی ها و ناعهده‌برایی های یک رژیم مستبد را در سیمای ملت خارجیان ببینند. چگونه می شود کشور را معرفی کرد که طبیعت زیبای و بهشت‌آسا و مردم فرهنگ دوست و عالی همت تاجیک ایمن از رسواگی های حکومت امروزه در عرصه بین المللی باشند؟ بله، ببینید اصلا این برداشتی خود حکومت تاجیکستان و گروه های فیکی حکومت تاجیکستان است که وقتی از رژیم تاجیکستان گفته می شود گویا از تاجیکستان گفته شده. نه، در اروپا و مثلا برای آدمایی که واقعا میخواهند در کشور آزادی و آبادی باشد، برای اونا هیچ وقت تاجیکستان در سیمای رژیم نیست. یه رژیم دیکتاتوری سر قدرت است که یک کشور با این زیبایی، با این توانایی و یا مردم با این سابقه تاریخی درخشان، اونا آمده دارد از خودش میگه نه این چیز نادرست است و مردم میدونن که مثلا مردم تاجیک، یعنی منظورم در جهان مردم تاجیک یعنی مردم خیلی با استعداد و با یک سابقه تاریخی خیلی درخشان هستن و یک رژیم آمده سر قدرت و این جداست. اون که مثلا تلاش دارن که هرچی مثلا طوری مثال مخالفا یا اونایی که منتقدای رژیم امروزی تاجیکستان در بیرون اگر حرفی بگن، این گروه های فیکی حکومت آمدن تبلیغ میکنن که یا رسانه های حکومتی تبلیغ میکنن که اینا تاجیکستان سیاه میکنن. نه، اونا روشون سیاه میکنن، هیچ دخلی به سیاه کردن تاجیکستان ندارد. اینجا سخن در رابطه با یک رژیم دیکتاتوری است و در اروپا خوب میدونن که مثلا فلانی وقتی صحبت میکنه در رابطه با رژیم دیکتاتوری در تاجیکستان، این از مردم تاجیکستان نمیگوید. این بدنام کردن خدای نخواسته تاجیکستان نیست، سیاه کردن تاجیکستان نیست هیچ وقت. مگر امکان داره آدم بیاد از پدر و مادرش از خونش بد بگوید؟ نه، مگرم که مریض باشد. اکنون میگفتید که تقدیر گروه رسانه‌های آزادگان در آینده چه خواهد بود؟ خب گروه رسانه‌های آزادگان تا جای متاسفانه البته قربان فتنه رژیم امروزه شد و اما این معنی ندارد که مثلا آزادگان فرو پاشیده باشد. حالا اینا خواستن بشکنن و خدا را شکر که ما فرو نپاشتیم و فرو هم نخواهیم پاشید ان شاءالله تا زمانی که زنده ایم. برنامه‌های ما برای آینده این است که فعال بکنیم خود آزادگان، حالا شاید برای مدت بیرون از وطن، اما امیدواریم که هرچی زودتر در کشور تغییراتی می شود، کشور آزاد می شود
و مطمئنا آبادی کشور فقط در گرو آزادی، هر گونه این رژیم و این کاری که دولت میکند تنها مشکل و تنها سد پیش راه آبادی کشور خودکامه بودن رژیم است. هر موقعی که رژیم به سمت آزادی رفت یا تغییر کرد که امیدواریم که هر چیز زودتر بشود، کشور آباد خواهد شد و ما هم در کشور در خدمت مردم عزیز ما خواهیم بود همونطوری که بودیم. و تا اون موقع ما در اروپا تلاش داریم که هر چیز زودتر آزادگان فعال بکنیم و فعالیت آزادگان انشاءالله در راستای خدمت به این مردم همونطور که بود رسالت خودش را انجام خواهد داد. تشکر با شما که طول این چند دقیقه با ما بودید. همیشه موفق باشید. خواهش می‌کنم. سلامت خوشحال شدم. خدا حافظ.